سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو. قراره تو این ویدیو بهتون بگم که چجوری میتونید 10K و 800 CP رایگان. پس با من قبل اینکه بریم سراغ ویدیو سابسکرایب کنید چنل رو، لایک ویدیو رو فراموش نکنید چون زحمت زیادی کشیده شده و این اولین ویدیو و نیاز داره برای حمایت شدن ویدیو لایک بخوره تا بیشتر دیده بشه. دوستتون دارم رفقا، بریم ادامه ویدیو. شما توی اولین بخشی که میخواید برای 10K و 800 CP اقدام کنید، باید بهتون بگم باید برید توی رنک. اینجا یه پایین یه گزینه اومده به نام این که دارید می‌بینید الان دارم می‌زنم، اسنپ دراگون پرو سریز 2025 که 7 روز دیگه شروع میشه. الان میزنم براتون ببینیدش. ببینید رفقا، 7 روز الان شده 6 روز و 15 ساعت دیگه این چمپیونشیپ شروع میشه. شما میتونید با رفیقاتون کلی بدید و اگه جزء تاپ 64 دیجنتون بشید میتونید CP 10K و 800 دریافت کنید برای هر نفر از تیمتون و اگه 30 تا مچ فقط پلی بدید این اسکین خفن مال آریوس هست دریافت کنید. حالا خیلی مهمه که قوانین رو بگم و اینو رعایت کنید. این ویدیو کامل ترین ویدیویی. پس اولین نکته‌ای که هست اینه که باید یه تیم بسازیم، تیمی که 5 تا 6 نفره یا 5 یا 6 نفر. 6 نفر برای اینکه یه نفر ذخیره بذاریم چون نیازتون میشه. اصلا همیشه که اون بنده خدا نیست که بخواد بهشون ریجنتون رو به نظر من ایندیا نزنیم چون اینا قطعا هم جلوی هندیا میرسن. سعی کنید یه ریجن خیلی پس رو انتخاب کنید. پلیرای حداقل ترایی که 100% هم شده راست. پلیرای بندازه که پینگ شما رو حداقل بهتر باشه، بتونید ریج بهتر بشه. چجوری حالا باید تاپ 64 رو بگیرید؟ الان بهتون میگم. ببینید اگه بخواید تاپ 64 داخل ریجن خودتون بشید، تنها کاری که باید انجام بدید از 30 تا مچ حداقل بالای 20 خورده مچ بزنید که بیشترین پوینت رو بگیرید توی تیم که بتونید به بالاترین حد برسید و جز 64 تا تیم برتر. پس شما کلا 30 تا مچ میتونید پلی بدید و تو این 30 تا مچ باید بیشترین پوینتی که میتونید رو بیارید، یعنی بیشترین وینی که میتونید انجام بدید. سرچ میتونید پلی بدید، هارد پوینت میتونید مثل رنک عادیه. حالا خودش ادامهش رو بعداً میگه، به طور من قوانین کامل نذاره که بخوام بهتون ولی سرچ و هارد پوینت رو میتونید بدید مثل یه تور، مثل رنک عادی. با این تفاوت که شما ترای میکنید و بازیتون رو بهتر میکنید، داخل چمپیونشیپ خودتون نشون میدید و باعث میشه که شما هم خودتون رو بسنجید هم ببینید چقدر واصله دارید CP بگیرید و CP حلالتر از اکتیویژن پیدا نمیکنید چون واقعا حلال است، یعنی بهترین CP که شما میتونید ببینید رفقا. خیلی کار سختی نیست CP رو گرفتن. فقط تنها کاری که باید انجام بدید سعی کنید خیلی رای پلی بدید، خیلی دور ست پلی بدید که جلوی اینیا کم نیارید چون میدونید خیلی دیگه ترای میکنن برای چمپیونشیپ. اون که برای رنک اینقدر ترای برای چمپیونشیپ دیگه حرفا نمیشه. همتون تک تک اعضای تیمتون باید ویژنشون یکی باشه. ویژن تک تک تیمتون باید اگه ژاپن زدید به عنوان مثلا میگم آیهیرو ویژنش ژاپن، فلانی ریجنش باید ژاپن باشه، 1 2 3 4 ریجنش باید ژاپن باشه. همینجوری تا الی پنجمین پلیرتون و ششمین پلیرتون ریجنتون باید تک تک موقعی که 6 ساعت دیگه اومد دوباره یه ویدیو دیگه برای ریجستریشن میذارم براتون که ببینید. ریجستر میکنید، یه دونه کلیت تیم میزنید و توی تیم 5 نفر تک 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 بهشون اد میدید و اونا باید درخواست شما رو قبول کنن و وارد تیمتون بشن. این از تیم. سعی کنید داخل مچتون از اسنایپ خیلی استفاده نکنید و بیشتری استفاده که ببرید از گان باشه. یک نفر رو برای اسنایپ بذارید، یک نفر برای گان بذارید، یک نفر برای اسنایپر بذارید. اینا تو شرایط مختلف لازم میشه. یا حتی میتونید 2 تا اسنایپر بذارید، 3 تا گان پلیر بذارید. ولی سعی کنید بیشترین بازی که میتونید از خودتون ازش بذارید، چون حرف 10K و 800 CP رفقا الان خیلی دلار بالا و تو این اوضاع دلار نمیتونید CP بگیرید. الان که من دارم حرف میزنم وایس لایوم، یعنی نیست که بخوام روش از قبل صحبت کرده باشم. کلی دارم میگم دلار، کلا بحث دلار خیلی چیز مهمیه. الان CP وقتی داره میره بالا همینجوری که میشه باشه بهترین حالت توی شرایط که شما میخواید CP بزنید، گردونه بزنید. حتی برای کسایی که دارن حتی تا حالا رنگ وقتی پس به گردونه اینا میتونن اگه بازیشون رو در سطحی میبینن که بتونن تاپ 64 بگیرن امتحان کنید، هیچ مشکل نداره. حتی اگه شده با رفیقاتون 6 7 تا از اکانتتون بزنید، 6 7 تا اکانتتون رو داخل چمپیونشیپ ریجستر کنید، یعنی 2 تا تیم بدید، 3 تا تیم بدید تا بتونید این 64 تا تاپ 64 بشین CP رو بگیرید.
این اسکین واقعا اسکین خفنیه، مال آریوس برقیه، مال چند سال پیشه که اومده، دوباره باندلش اومده، ولی باز هم داره اکتیویژن رایگان میده. این از این رفقا. در مورد چمپیونشیپ این نکات رو باید رعایت کنید رفقا. یکی اینکه اگه کسی پی سی پلیر شما همتون موافقین نمیتونید، چون اگه بیا حتی استارت نمیشه رنگ، همتون باید یک دیوایس باشین. اگه همتون دست پلیرید همتون دست پلیر، اگه همتون پی سی پلیرید همتون پی سی پلیر، و یکیتون گوشی یکیتون پی سی پلیر باید یکیشو انتخاب کنید. نمیتونید یک نفر دیوایستون این باشه دیوایستون ولی هیچ مشکلی نداره آیپد پلیر بازی کنید. این برای کسایی بود که حالا نمیدونستن رفقا، می‌خواستن در مورد این تجربه داشته باشم. رفقا ما هر روز استریم هم میذاریم داخل کانال تلگرام جون شید، اونجا استریم ما رو که میذاریم تایمش با خبر بشید. اونجا هنوز یکان نشدیم، از الان که دارم واسه می‌کنم 800 خورده هستیم، ولی به زودی اونجا داخل آخر هم یکان میشیم به زودی. ما قرار کلا بهتری کنیم دیگه. ویدیو یوتیوب هم این اولین ویدیویی که میذاریم، باز ویدیو رو ارتقا میدیم و سعی می‌کنیم بهترین ویدیویی که می‌ذاریم. امیدوارم تایم ویدیو رو زیاد طول نکرده باشم.